هر روز اخبار و حواشی زیادی از بازیگران ترکیه به گوش میرسه، ولی این مدلیش نوبره. بازیگری در ترکیه داریم که همه ازش میترسن و وقتی میشنون که توی پروژه با اون همبازی هستن انصراف میدن. این یه نفر کی میتونه باشه؟ دختر و پسر به سلبریتی 17 خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. جان یامان یکی دیگه از هنرپیشه‌های دورگه ترکیه، متولد سال 1989، تک فرزند خانواده یوگسلاوی تبار مسیحیه. پدر بزرگش اهل یوگسلاوی و مادر بزرگ اون اهل مقدونیه بود. وقتی جان 5 سال داشت پدر و مادرش از هم جدا شدن. عموی اون مربی فوتبال فؤاد یامان هست. یکی از مهمترین دستاوردهای اون جایزه‌های بین‌المللی برای اقدامات خیریه پرشمارش هست. اون علاوه بر هنرپیشگی ورزشکار حرفه‌ای هم هست و کلکسیون جذابیت‌های اون وقتی تکمیل میشه که بدونیم تو دانشکده حقوق تحصیل کرده و اتفاقا کارآموز وکالت بوده. همزمان با تحصیلاتش در این زمینه به کلاس‌های بازیگری هم رفت، ولی همیشه گفته که در ابتدا به بازیگری فقط به چشم یک تفریح نگاه می‌کرده و میگفته شغل اصلیش وکالته. این بازیگر جوان کار خودش رو در سال 2014 با سریال تلویزیونی ترکی شروع کرد. هرچند 3 تا از سریال‌های اولش جزو سریال‌های پرطرفدار نبودن، اما قدم‌های خوبی برای شروع به حساب می اومدن. سریال بعدی یامان در تابستان 2018 ساخته شد که دلیل اصلی اون شد برای شناخته تر شدن. اون در سریال تلویزیونی ارکنجی کوش یا پرنده سحرخیز نقش جان دیویت رو بازی کرد که نقش مقابلش دمت özdemir بود. بازی در این سریال موفقیت بزرگی براش محسوب میشد و برای اون جایزه پروانه طلایی رو دریافت کرد. جان یامان با وجود محبوبیت و شهرت تو مصاحبه‌ای گفته که خودم رو پدیده جهانی نمیدونم و دوست دارم این رو فراموش کنم و سعی میکنم مثل یک آدم معمولی زندگی کنم. همونطور که همتون مطلع هستین بیشتر بازیگرها و خواننده ها با یه سری حواشی درگیر هستن که بیشتر مربوط به مباحث عاطفی و روابط شخصیشون میشه، اما حاشیه‌ای که جان یامان با اون درگیر هست کمی عجیب و متفاوته. و داستان از این قراره که همه به جان یامان میگن عصبی ترین بازیگر ترکیه است. اون چندین بار با خبرنگارها و پاپاراتزیا تو خیابون درگیر شده و تو آخرین حرکت جنجالیش گوشی طرفداریو که داشته ازش عکس میگرفته رو شکسته. شدت عصبی بودن جان یامان تا حدیه که پینار دنیز وقتی فهمیده توی پروژه‌ای با جان یامان قراره همبازی بشه این پروژه رو قبول نکرده و نخواسته که حضور داشته باشه. ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه. شبکه بیاض ترکیه تو یکی از برنامه‌هاش که مختص حواشی بازیگران هست به همین موضوع جان یامان پرداخت و طبق گفته مجریها جان 1-2 باری تو کلوب شبانه هم با مردم دعوا کرده. علاوه بر اون تو صحنه فیلمبرداری سریال پرنده سحرخیز یکی از هواداران وارد صحنه شده و خواسته با جان یامان صحبت بکنه، ولی با برخورد بدی از طرف اون مواجه شده. گرچه گویا دمت özdemir در طرفداری از جان استوری منتشر کرد و گفت که اون هوادار حالت عادی نداشت و به همین خاطر جان چنین واکنشی نشون داده. خلاصه طبق آمار تعداد درگیری‌های جان یامان از حالت نرمال بیشتره و باعث شده خیلی ها از عصبانیتش بترسن. حالا از طرفی جان یامان در پی همین حواشی و در مورد شکستن گوشی هوادارش اظهاراتی داشته که نشریه سوزجی ترکیه اون رو پوشش داده. جان یامان طی این مصاحبه گفته که ما هر روز کار میکنیم تا بهترین ارائه رو داشته باشیم و به همین دلیله که اغلب دچار استرس هستیم. متاسفم که نمیتونم برای هوادارانم وقت بذارم. مجموعه ساعت 1 بامداد به اتمام میرسه و مردم بیرون منتظر من هستن تا عکس بگیرن. من روز بعد از کار بیهوش میشم و دوباره خیلی زود از خواب بیدار میشم. بنابراین نمیتونم عکس بگیرم و فقط به سلام کردن بسنده میکنم. برخی از مردم من رو به عنوان آدم بد معرفی میکنن. واقعا متاسفم.
یادآوری میکنم که من یک انسان 24 ساعته پر انرژی نیستم و شکست ناپذیر هم نیستم. گاهی اوقات بدنم از شدت درد میلرزه و نیاز به استراحت و تمرکز برای روزهای بعد دارم. چون وقتی ست تموم میشه کار به همینجا ختم نمیشه. برمیگردم و برای روز بعد تمرین میکنم و ساعت 4 صبح به رخت خواب میرم. اما همیشه از حضور و محبت شما قدردانی میکنم. اما شما هم باید درک بکنید که وقتی میگم نه، لابد دلایلی برای خودم دارم. گرچه بعد از انتشار این مصاحبه مردم ترکیه گفتن که جان یامان برای توجیه بدرفتاری و عصبانیت خودش یک روش بسیار مسخره رو انتخاب کرده. چرا سلبریتی که بخواد مردمی باشه نمیتونه انقدر بد اخلاق باشه؟ دوستان، نظر شما در ارتباط با این قضیه چیه؟ ممنون میشم که تو کامنت ها برامون بنویسید. خیلی متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.